سلام دوستان. میخواستم بگم که در این رابطه صحبت بکنم که ما چگونه میتونیم در واقع خوب بازی بکنیم، ما چه تنظیماتی رو باید درست بکنیم. متشکر میشم اگر چنل رو سابسکرایب بکنین. باید گفتش که باید یه سری تنظیماتی رو آدم داشته باشه و اون تنظیمات خیلی با آدم کمک میکنه و توی بازی کردن و فست اسکوپ و خیلی از کارهای دیگه و حتی سنس مهمترین بخش. حالا مثلا ما بریم تو قسمت تمرین رو بریم انجام بدیم، فعلا ببینیم چه تنظیماتی رو میخواد. همین اول کار. خب تو من زدارجیم اسنایپ اصلیمه با کوشکا و اینا. بعد مثلا ببینم اینجا باتو بیاریم، بعد ببینیم مثلا باید بتونیم فست اسکوپ بزنیم. من اصلا ادعا ندارم که بازیم خوبه، ولی به هر حال یه فست اسکوپ ما اینا بلدم و بعد سنستون بسیار مسلط باشه. یعنی اگر مثلا یکی بکتون بود بتونیم بزنیمش. این من فکر کنم پینگ بالا خیلی دیر ریجستر میشه. این آره دیگه. حالا میزنیم اینا رو. حالا چند تا کیل از اینو بزنیم، بعد مثلا یکی بکتونه مثلا این موومنت بزنیم به عقب، باید این کارو بتونین انجام بدین. یعنی سنستون مسلطه، مخصوصا گان. مثلا گانم بتونین دراپ شات بزنین، مثلا این سری موومنت های خاصی هم هست بتونین بزنین. اینا کلا بازیتون خوب میکنه. همشون هم خیلی زیاد به سنس ربط داره. اون تنظیمات یکم کمک میکنه. مثلا یه دست پوش کنم بکشیم با هم. در چت پینگ بالاست. بعد میزنیم و اینا. حالا تا وقتی که یکم بازی بکنم دستم گرم بشه، تا وقتی که برم تو ستینگ رو درست بکنم. خب این کیلو من میگفتم که بتونیم بچرخین و بتونیم بزنیم. مثلا من دارم میرم بچرخم و بزنم. این کیلو برای من یکم سخته چون هنوز رو سنسم خیلی مسلط نیستم. بریم یه سری تنظیماتش رو بهتون نشون بدم. میریم این قسمت بیسیک همینه. باید این ایم اسیس رو آن باشه حتما. اینا باید حتما باشن. همه این چیزا میریم پایین 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 پایین. همه اینا رو اگر خواستین همه رو ویدیو رو استاپ بزنین و بگیرین. همه اینا رو برای خودتون فعال بکنید. بهترین تنظیماتی که میشه گذاشت. میریم والا دمیج نامبر اینجا حتما آن بکنیم. دمیج نامبر رو گزینه خوب. خب دیگه ویدیو به پایان رسیده. فعلا خداحافظ.